بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. هنگامی که قیامت واقع شود که در وقوع آن هیچ دروغی نیست، گروهی را خار کند و گروهی را بالا برد. هنگامی که زمین به سختی بلرزد و کوهها در هم کوبیده شود و چون غباری پراکنده گردند، در این هنگام شما 3 گروه خواهید بود: گروهی خوشبخت و چه گروه خوشبختی، گروهی بدبخت و چه گروه بدبختی، و گروهی که در خوبی و خدمت کردن از همه پیشی گرفتند. آنها مقربانند، در بهشت‌های پرنعمت جای دارند. گروه کثیری از مردم پیشین هستند و اندکی از متأخران، بر تخت‌هایی به هم پیوسته، در حالی که بر آن تکیه زده و روبروی یکدیگرند. نوجوانانی جاودانی پیوسته دور آنها می‌گردند، با قدح‌ها و کوزه‌ها و جام‌هایی از نهرهای جاری بهشت. شرابی که با نوشیدنش نه سردرد گیرند و نه بیهوش شوند، و انواع میوه‌هایی که خود انتخاب می‌کنند و گوشت لذیذ هر پرنده‌ای که بخواهند و حوران زیباچشم که مثل مروارید در صدفند. این پاداش عملکردشان است. هیچ حرف بیهوده و گناهی در آنجا نمی‌شنوند، به جز اینکه گفته می‌شود سلام سلام. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسكوب و فاکهة كثيرة. اما گروه خوشبخت چه گروه خوشبختی، آنها زیر درختان سدر بیخارند و زیر سایه درخت پربرگ طلح به سر میبرند. یک سایه مداوم در کنار آبشار و میوه‌های فراوان، نه چیده شده است نه دست زدن به آن ممنوع است. و همسرانی ارجمند، آن همسران را ما آفرینشی نوین بخشیده ایم و آنها را دوشیزه گرداندیم. همسرانی با محبت و وفادار که همسن و سالند. اینها همه برای گروه خوشبخت است که جمعی از مردم پیشین هستند و جمعی از متأخران. و گروه بدبخت چه گروه بدبختی، در بادهای کشنده و آب سوزانند، در سایه‌ای از دود غلیظ قرار دارند، سایه‌ای که نه خنک است و نه مفید، زیرا آنها قبل از این در ناز و نعمت دنیا بودند و بر ارتکاب گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند و می‌گفتند آیا هنگامی که مردیم و مشتی خاک و استخوان شدیم دوباره زنده برانگیخته می‌شویم؟ یا نیاکان ما این چنین می‌شوند؟ بگو همه از اولین گرفته تا آخرین، همه در میعادگاه روز معین جمع خواهند شد. سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده حقایق، از درخت زقوم خواهید خورد و شکمهای خود را از آن پر خواهید کرد و روی آن آب سوزان خواهید نوشید، مثل شتر تشنه خواهید نوشید. این پذیرایی از آنها در روز قیامت است. ما شما را خلق کردیم، چرا تصدیق نمی کنید؟ آیا
از منی که در رحم میریزید آگاهید؟ آیا شما آن را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟ ما بر شما مرگ را مقدر کرده ایم و هرگز از آن عاجز نیستیم که به جای شما مردمی دیگر را بیاوریم و شما را در جایی آفرینش بخشیم که از آن خبر ندارید. شما از آفرینش نخستین آگاهید، پس چرا پند نمیگیرید؟ آیا چیزی را که کشت میکنید دیده اید؟ شما آن را رویاندید یا ما رویاندیم؟ اگر بخواهیم آن را به خار و خاشاک تبدیل میکنیم تا در شگفت بمانید. گویند ما ورشکستگانیم، بلکه از همه چیز محرومیم. آیا آبی را که می نوشید نمی بینید؟ آیا شما آن را از ابر نازل کردید یا ما نازل کردیم؟ اگر می خواستیم می توانستیم آن را تلخ گردانیم، پس چرا شکرگزار نیستید؟ آیا آتشی را که می افروزید نمی بینید؟ آیا درختش را شما پدید آورده اید یا ما پدید آورده ایم؟ ما آن را هم مایه یادآوری و هم متاعی برای مسافران قرار داده ایم. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. سوگند به موقعیت ستارگان که اگر بفهمید این سوگندی بزرگ است. حقیقتاً این قرآنی کریم است که در کتابی محفوظ جای دارد، جز پاکان به آن تماس نگیرند. نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. آیا این کلام را کوچک میپندارید و به جای شکر روزی‌هایی که به شما داده شده آن را تکذیب میکنید؟ پس چرا زمانی که جان به گلو میرسد در آن حال شما فقط نظاره میکنید؟ ما از شما به او نزدیکتریم ولی چشم بصیرت ندارید. اگر جزای قیامت را انکار میکنید، اگر راست میگویید بازش گردانید. بدانید اگر انسان از مقربان باشد برای او آرامش و برکت و بهشت پر نعمت است. اما اگر از گروه خوشبخت بود، پس تو را از سوی گروه خوشبخت سلام است. و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه بود، مایه پذیرایی آب سوزان است و سرنوشتش ورود به جهنم. این همان حق و یقین است. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.